سلام، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. بعد چند وقت اومدم و نشستم باز پای دوربین که واسهتون ویدیو ضبط کنم. حالا اینکه این مدت نبودم بیشتر از سر تنبلی بود و اینکه ببین احساس میکردم کیفیت تصویر خوبی ندارم و این یکی از دلایلی بود که چند وقت خبری ازم نبود. ولی خلاصه تنبلی و همین داستانا رو گذاشتم کنار و اومدم نشستم پای دوربین دیگه. گفتم هرچی شد شد. خلاصه دیگه ویدیو میخوام ضبط کنم. حالا اینکه راجبش چی میخوام ضبط کنم، احتمالاً راجب همون تکنولوژی صحبت میکنیم، ولی نه اون تکنولوژی که همه دارن راجبش به صورت عام صحبت میکنن. یعنی اون موضوعاتی که همه دارن راجبش صحبت میکنن و زیاد راجبش صحبت نمیکنیم و کلاً یه جنس محتوای جدید رو سعی میکنم بسازم. و همچنین خودم خیلی ویدیوهای پادکستور رو دوست دارم، ویدیوکست، یه چیز داخل اون مایه رو خودم خوشم میاد. اصلا شایدم زدم رفتم اون سمت، ولی خب کلا به هر حال هستم و تولید محتوا میکنم واسهتون و ویدیو واسهتون درست میکنم. خلاصه که اینو اومدم بگم، یه معذرت خواهی هم بهتون بدهکارم که چند ماه همینجوری میام میگم میخوام ویدیو ضبط کنم، بعد میرم و ویدیو ضبط نمیکنم و این چیزا. حالا هم نشسته بودم به صورت خیلی فعل بدای، گفتیم بریم اصلا دوربین رو روشن کنیم بشینیم پاش یکم صحبت بکنم و ویدیو بسازم. چند وقت نبودم و ویدیو ساختن شروع کنم. گفتم حالا راجبش چی صحبت کنم؟ بذار چیزی رو که خودم این مدت معتادش شدم و بیام و راجبش صحبت کنم. حالا یه جوری میگم معتادش شدم انگار چه، بله واقعا یه چیز خیلی بده که معتادش میشه آدم. اونم شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام، سیستم ریلز اینستاگرام، سیستم تیک تاک، سیستم شورت ویدیوهای یوتیوب. میدونی این ویدیوهای کوتاه دهن آدمو سرویس میکنن، یعنی از بس که خوبن آدم دوست نداره ازشون جدا بشه. حالا داستان چیه؟ ببین حرفایی هم که دارم میزنم تجربیات خودمه، مثلا جوری نیست پا شده باشم رفته باشم تحقیق کرده باشم بیام اینجا واسهتون رفرنس علمی بیارم وسط. نه، حالا قبلا یه سری چیزا خوندم و یه سری چیزا هم خودم میدونم، گفتم بیام باهاتون صحبت کنم. این که ما بیدار میشیم و اینستاگرام رو باز میکنیم، تیک تاک رو باز میکنیم، حالا تیک تاک یکم کمتر داخل ایران، بخش شورت ویدیو یوتیوب رو باز میکنیم و شروع میکنیم به اسکرول کردن. این بین خیلی ویدیوهایی میبینیم. ببین یه سری ویدیوها خوبن ها، مثلا یه سری چیزای خوبو دارن بهت میدن، یه اطلاعات مفید رو دارن بهت میدن و تو استفاده میکنی. ولی اون لابلا کلی ویدیوهای مزخرف تو داری میبینی. ویدیوهای مزخرف چیه؟ ویدیویی که مثلا یه سری ویدیوهای انگیزشی، مثلا ویدیوهای انگیزشی که تو میشینی نگاه میکنی و بعد عمل نمیکنی. یعنی صبح تا شب داری نگاه ویدیوی پاشو حرکت کن، پاشو موفق شو، فلان کارو انجام بده دیگه بس و این داستانا. میشینی صبح تا شب نگاه ریلزا میکنی، بعد یه نگاه به زندگی خودت میکنی، میبینی که هیچ چیز رو هنوز تغییر ندادی و فقط داشتی اون ریلزا رو نگاه میکردی و هیچ عملی نبوده اون وسط. بهتره به جای اینکه وقتمون رو با سری چیزا بگذرونیم بریم و عمل کنیم بهشون، یا کلا عمل نکنیم. به جای اینکه بریم وقتمون رو با سری ریلز و ویدیوهای کوتاه این داستانا بگذرونیم، به جاش بریم عمل کنیم، به جاش بریم یه کار درست حسابی انجام بدیم. 3-4 ساعت مثلا بعضی آدما از وقت روزشون رو همینجوری دارن این سفر رو بالا پایین میکنن، نمیدونم ویدیوهای طنز میبینن، ویدیوهای انگیزشی میبینن و این ویدیو هم چیزایی هستن که دارن واسه توی دوپامینی ترشح میکنن. حالا دوپامین چیه؟ دوپامینو اکثرا میدونید دیگه، ولی هورمونیه که باعث لذت میشه. یعنی زمانی که تو دوپامین داری دریافت میکنی احساس لذت، احساس سرخوشی رو داری دریافت میکنی. حالا یه سری کارا دوپامین بالا دارن، یه سری کارا دوپامین ریز دارن و اصلا دوپامینه که ما رو داره، میشه گفت دوپامین بنزین حرکت دیگه. ما با دوپامین داریم میریم جلو. و حتی که مثلا بعضیا به سری از مخدرها هم اعتیاد دارن، همون هم سر داستان دوپامینه، سر داستان دوپامین بالاییه که اون مخدر بهشون میده و اونا همین جوریه میرن سمتش و اون سمتی کشیده میشن. و زمانی که مغزشون اون پیک دوپامین رو زده، یعنی سیستم اون چیزش این نمودارش رفته بالا و دوباره میاد پایین، خب اونا یه لذت زیادی رو تجربه کردن و
واسه اینکه دوباره به اون لذت برسن مثلا دوباره میره طرف سیگار میکشه، دوباره میره نمیدونم یه مخدری، حالا ماریجوانا مثلا میکشه هر چی کار ندارم. خلاصه سر همون داستان دوپامین است که آدما میرن سمت یه سری چیزا، حتی کارهای کوچیک مثلا کتاب خوندن به ما داره دوپامینی رو میده که باعث میشه بعد چند وقت تبدیل به روتین بشه. یعنی دوست داشته باشیم کتاب بخونیم، زمانی که کتاب نمیخونیم حالمون بده، یه اعتیادی به اون داستان پیدا میکنیم و تبدیل به روتین میشه. حالا داستانی که هست اینه که روتین ما بشه اسکرول کردن داخل اینستاگرام، داخل تیک تاک و ریلز دیدن و همین باعث میشه که خیلی از وقتمون هدر بره و خیلی از لحظاتی رو داخل زندگی که میتونیم به خوبی سپری کنیم و صرفا با اسکرول کردن داخل اینستاگرام و تیک تاک و اینا بگذرونیم. ما نیاز به انگیزه نباید داشته باشیم. انگیزه حالا لازمه ولی کم. ولی اون چیز اصلی که ما نیاز داریم دیسیپلینه. دیسیپلین چیه؟ دیسیپلین نظم داشتنه، اینکه یه کار رو سر نظم انجام بدی. مثلا با خودت عهد ببندی که من هر روز صبح پا میشم و فلان روتین و پوستی رو انجام میدم و اینجوری نباشه که من امروز حال ندارم، انگیزه ندارم، ولش کن انجامش نمیدم، خب میگیرم میخوابم مثلا به جاش. نه، زمانی که گفتی انجامش میدم دیگه وایسی و سر یه نظم خاصی، چه حال داشته باشی چه حال نداشته باشی، چه انگیزه داشته باشی چه انگیزه نداشته باشی، پاشی و اون کار رو انجام بدی. به این میگن دیسیپلین و اون چیزی که ما بهش نیاز داریم، چون انگیزه رو همیشه نیست ولی اون دیسیپلین چیزی هست که همیشه وای میسه واسمون و باعث پیشرفت ما میشه. یکی از دلایلی هم که ما داریم ویدیوهای انگیزشی داخل اینستاگرام رو میبینیم همین داستان گرفتن انگیزه است که انگیزه هم که داره به ما میده صرفا این چیزیه که بعد مثلا نیم ساعت یک ساعت باز میپره. حالا منظورم از ساختن این ویدیو کلا این نبود که بیامو بگم اینستاگرام نبینیم، تیک تاک نبینیم، نه اصلا. خواستم بگم که صرفا کمترش کنیم، یا جدا از اینکه کمترش کنیم سعی کنیم به جاش سعی نکنیم، بریم به جاش یه سری کارهای مفیدتری رو انجام بدیم و اونم باز باشه داخل برنامه‌مون ولی خب صرفا تایمش کوتاه باشه و معتادش نشیم و اعتیاد بهش پیدا نکنیم. خود من این چند وقت اعتیاد شدیدی به همچین چیزی پیدا کردم و باعث شده که از خیلی از کارام عقب بیفتم و سر همین داستان اومدم و این ویدیو رو ساختم و گفتم که بیایید اصلا با هم بذاریمش کنار، بیایید با هم کمش کنیم، با هم به جاش بیایم و یه سری کارهای درست‌تر، مفیدتر و بهتری انجام بدیم. لابلای اون ریلزا، لابلای اون ویدیوهای سری ویدیوهای مفیدی پیدا میشه، میتونیم اونا رو بیشتر ببینیم به جای سری چیزهای دیگه. نمیخواستم هم اینو بگم که این اینستاگرام به درد نمیخوره، نمیدونم تیک تاک به درد نمیخوره، یوتیوب به درد نمیخوره. به هر حال من خودم دارم داخلش فعالیت میکنم. نه، چیز مفیدیه و درست بیاد با هم استفاده کنیم. حتی زمانی که دارید یوتیوب میبینید نرید یه سری ویدیوهای مزخرف و واقعا دیگه نبینید. ویدیو این که نمیدونم دوست پسرم ولم کرد و نمیدونم این ماشینو از فلان دوربین مخفی و نمیدونم یه سری ویدیوهای چرت و پرت و تامنیلای چرت و پرت هست میزنن. به جای این بشینید ویدیوهای درست حسابی تر نگاه کنید. یکم پادکست گوش کنید. پادکست واقعا چیز خوبیه، یا کتاب بخونید. خلاصه که یه سری روتینای سالم واسه خودتون بسازید. حالا ویدیوهای بعدی که میسازم راجع به همین داستان تکنولوژی و این چیزاست. این سبکی دیگه بیشتر صحبت میکنم راجبش. حالا معلوم نیست، میدونید چی میگم، یعنی آنچنان نمیخوام یه موضوع ثابت بذارم واسه چنل. معلوم نیست، حالا نه که معلوم نیست، یکم بریم جلو معلوم میشه چی به چیه، حالا آشنا میشید باش. لایک کردن ویدیو فراموش نشه، این ویدیو رو لایک کنید، واسه دوستاتون ارسالش کنید، همچنین واسه هم کامنت بذارید که کامنت چی بذارید. در روز چند ساعت از وقتتون رو داخل اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب و اینا میگذرونید و دارید اسکرول میکنید. همین. چنل منو سابسکرایب کنید که امیدوارم لذت برده باشین. تا ویدیوهای بعدی، خدا یار و نگهدارتون. چه کردی رامان؟ بالاخره تنبلی تو گذاشتی کنار.